وحدت عامل اساسی پایداری صلح، آرامی و ثبات، پیشرفت اقتصادی و اجتماعی جامعه، یکپارچگی دولت و متحدی ملت و رشد و نموی مملکت محسوب می‌یابد. از این نقطه نظر هم تنها یک دلی و یک مرامی، وطندوستی و میهم پرستی که در مجموع فراگیر مفهوم وحدت است و تمام ساکنان تاجیکستان را در بر میگیرد، پایه اساسی مستحکمی دولت و ملت به حساب می رود. رسیدن به وحدت ملی که روند پرتضاد گیرومانها و بی‌سر و سامانه‌های جامعه را فراگیر بود، برای خلق تاجیک آسان به دست نآمده است و هر کسی که در این دوره پرآشوب تاریخی عمر به سر برده است، از کودکی 7 ساله تا فرد کهنسال تاثیر عمیق آن را در گرسنگی و ناامیدی، فرار از خانه و جای، گم کردن پدر و مادر و فرزندان احساس کرده است و جوانان امروزه زادگان دوران استقلال را مهم است که با نظرداشت عامل‌های قبلا ذکر گردیده به قدر دستاورد پدر و بابایان خود، یعنی وحدت ملی برسند و به قهرمانی‌های آنها ارزش‌گذاری نمایند. کنفرانسی که تحت عنوان صلح و وحدت عامل اساسی پیشرفت مملکت در تالار کتابخانه ولایتی عاموی به نام تاج‌خواجه عصیری مرکزی ولایت دایر گردید، عاید به روند تاریخی به میان آوردن وحدت ملی، نقش کلیدی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در پیشگیری جنگ شهروندی و امضای سازشنامه استقرار صلح و رضایت ملی، وحدت عامل پیشرفت و شکوفایی جامعه و مسائل دیگر داخلدار با اشتراک مورخان، استادان دانشگاه دولتی خوجند گفتگوزار به عمل آورد. ذکر گردید که منبع تقدیر دولت و ملت، پایداری صلح و ثبات و وحدت ملی محض از جوانان آینده ساز، نیروی ذهنی و عقلانی با اراده و دوراندیش مملکت وابستگی کلان دارد و به سبب نیست که سرور دولت نیست به جوانان همچون آینده دولت و ملت اعتماد کامل دارند. سازشنامه استقرار صلح و رضایت ملی در تاریخ دولتداری خلق تاجیک واقعا یک سند تقدیرساز به شمار رفته برای رشد و رونق من بعده دولت صاحب اختیارمان نقشی ماندگار دارد. اگر ما با تاریخ صلح آفری خلق تاجیک با رهبری پیشوای معظم ملت ما نگاه کنیم، معلوم می شود که در جهانی پرآشوب این تجربه واقعا تجربه نادر بوده. زمینه ساز آن گردید که ما تمام امکانیت ها و اقتدارهای ذهنی، علمی، معرفتی، فرهنگی، ادبی تکیه به تاریخ و تمدن ملتمان دارند و جهانیان معرفی نماییم. همچون نشانی کشوری صلح و امنیت بودن تاجیکستان روشن شده ایستاده است، معلوم گردیده ایستاده است و ما با باوری کامل با اطمینان میتوانیم گوییم که مردم تاجیک وحدت را چون گوهرکی چشم، چون بهترین نعمت معنوی حیاتش حفظ می نماید و ما باید با نسل امروز فهمانیم که این صلح و وحدت با آسانی به دست نآمده است. این در نتیجه جانبازی ها، فداکاری ها، تلاش های پیوسته البته مردمی شریف تاجیکستان به دست آمد. به همین خاطر ما با سالگردهای جشن وحدت ما را باز هم متحدتر، باز هم اتفاق و همدل و هم اندیشه گردانیده برای پیشرفت جامعه، برای افتتاح کارنامه‌های نو، برای بنیاد انشاءات حیاتاً مهم و در مجموع برای درخشان و برای شکوفا کردن وطن عزیزمان راهنمون می‌سازد. طوری که بارها ذکر گردید 70% اهالی تاجیکستان را جوانان و نورسان تشکیل می‌دهند و از این نقطه نظر هم تربیه نسل جوان در روحیه وطندوستی و وطنداری، افتخار از دولت و ملت، عزم و تلاش برای یکدلی و یکمرامی ساکنان در پایداری دولت و رشد جامعه از عامل‌های اساسی زندگی آرام و آسایشته مردم و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی مملکت محسوب می‌یابد.